شماره 10. گلپری در سریال گلپری. گلپری مادری تنهاست که برای دفاع از ناموسش به زندان میفته. اون بدون از دست دادن امیدش تا پای جون برای به دست آوردن بچه‌هاش و گرفتن حضانت اونا از پدر بزرگ ظالمشون میجنگه. بدون شک این مادر یه قهرمانه که هر سختی رو به جون میخره اما دست از بچه‌هاش نمیکشه. نورگل شیلچای در این سریال نقش این مادر فداکار رو بازی میکنه. شماره 9. دکتر علی وفا در سریال دکتر معجزه‌گر. علی یه بیمار اوتیسمی تنهاست که به یه جراح موفق و مشهور تبدیل میشه. اون با تلاش و پشتکار دوستی، برادری و عشق رو لمس میکنه و صاحب خانواده میشه و کارایی رو انجام میده که هر کسی قادر به انجام اونا نیست، چه برسه به یه بیمار اوتیسمی. تانر اولمز با بازی در این نقش خوش درخشید. شماره 8. ماراشلی در سریال ماراشلی. مهمت شخصیه که به طور مخفیانه در سازمان اطلاعات کار میکنه. اون برای گرفتن انتقام دخترش وارد یه بازی میشه و تبدیل به شخصی به نام ماراشلی میشه که نیروی بازنشسته یگانه ویژه است. اون توی این راه با ماهور تورل آشنا میشه و بارها جون اون و خانواده‌اش رو نجات میده. بوراک دنیز در این سریال هیجانی و زیبا ایفای نقش ماراشلی رو به عهده داره. شماره 7. بهار چسملی در سریال زن. همیشه که قهرمانای سریالا نباید مرد باشن. بهار چسملی در سریال زن مادری تنها اما فوق‌العاده است که علیرغم فقر و بیماری سختی که داره خودشو سپر مشکلات میکنه تا بتونه از بچه‌هاش مراقبت کنه و خنده رو مهمون لباشون کنه. نقش این مادر فداکار و قهرمان رو ازگ اوسپیرینچجی به زیبایی هرچه تمامتر ایفا کرده. شماره 6. ازل بایراکتار در سریال ازل. سرنوشت باعث میشه عمر ساده به شخصیت جدید قوی و باهوشی به نام ازل تبدیل بشه که تنها هدف اون در زندگی گرفتن انتقام از کساییه که به عمر بدی کردن. اون در این مسیر دست از تلاش بر نمیداره و برای گرفتن انتقامش به آدم کاملا متفاوتی تبدیل میشه. بازی در این نقش به یاد موندنی رو کنان ایمیرزالیوغلو به عهده داشته. شماره 5. کوزی تکینوغلو در سریال کوزی گونی. کوزی به ظاهر فردی خشن اما در واقع به شدت عاطفی و دلسوزه و وقتی پای رفاقت و خانواده‌اش در میون باشه هر چیزی رو به جون میخره تا جایی که به جای برادرش خودشو مقصر توی یه تصادف نشون میده و به زندان میافته. کیوانش تاتلیتو با بازی در نقش کوزی توانایی‌های خودش در بازیگری رو بیش از پیش به نمایش گذاشت. شماره 4. ریان شادولو در سریال هرجایی. ریان بیشک قهرمان سریال هرجاییه. قهرمانیه که اسلحه اون چیزی جز عشق و مهربونی نیست. در سراسر سریال شاهدیم که اون با تکیه بر دل پاک خودش سعی داره از خانواده‌اش محافظت کنه و مرد زندگیشو هم از سیاهی و کینه نجات بده و آتش انتقامش رو خاموش کنه. ابرو شاهین با بازی در نقش ریان عین یک ستاره درخشید. شماره 3. هاکان دمیر در سریال هاکان محافظ. هاکان دمیر محافظ شهر در برابر فنا ناپذیرهاست. به هاکان مأموریت سخت و خطرناکی محول میشه که سرنوشت کل شهر و مردم اون رو رقم میزنه و توی این راه قدرت‌های ویژه‌ای که هاکان داره و تازه اونا رو کشف کرده به کمکش میاد. ایفای نقش هاکان دمیر در این سریال هیجانی بر عهده چاتای اولوسویه. شماره 2. ماهیر کارا در سریال کارادایی. ماهیر کفاشیه که پدرشو خیلی دوست داره و برای آزادی پدرش میجنگه. اون همه تلاش خودشو میکنه و دست به هر کاری میزنه تا با بی‌عدالتی مبارزه کنه و ثابت کنه که پدرش قاتل نیست. ایفاگر این نقش به یاد موندنی کسی نیست جز کنان ایمیرزالیوغلو. شماره 1. یاماچ کوچوالی در سریال گودال. یاماچ کوچکترین پسر خانواده کوچوالی روزها شیمیدان و شبها نویسنده میشه. اون سالها پیش از گودال خارج شده اما علیرغم میلش سرنوشت اونو دوباره به گودال برمیگردونه
تا از خانواده و محلش محافظت کنه و بازگشت اون به گودال زندگی خودش و عزیزانش رو زیر و رو میکنه. و کی بهتر از آراس بلوت این عملی برای ایفای نقش یاماچ؟ خب بگین ببینم نظرتون راجع به این ویدیو چیه؟ شما چه بازیگرایی رو میشناسین که با ایفای نقشای قهرمانانشون موندگار شدن؟ اسم اونا رو برای ما بنویسین و این ویدیو رو لایک کنین و عضویت در کانال لنز رو هم فراموش نکنین.